تا الان تحقیقات زیادی در مورد سیاره زمین انجام دادن، تا جایی که خیلی از اسرار این سیاره که یه زمانی جوابی برای اونها وجود نداشته الان جزء یافته‌های پیش پا افتاده علمی محسوب میشه. اما با این وجود باز هم به نظر میرسه که زمین هنوزم خیلی چیزای فاش نشده دیگه داره. یکی از این اسرار مربوط به وجود تمدن زیرزمینی در زیر لایه‌های زمینی که به تمدن آگارسان معروفه. آیا امکان حیات و تمدن و شهرهای زیرزمینی وجود داره؟ یا چیزی که خیلی اونو به عنوان تمدن آگارسا یاد میکنن میتونه حقیقت داشته باشه؟ یا شاید تنها همه اینا فانتزی خلاقانه و دست پرورده ذهن یک تصویر پرداز میتونه باشه؟ تا انتهای ویدیو با ما باشید. لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه. برای زمانهای طولانی آدم‌ها معتقد بودن که زمین کره‌ای توخالیه که داخل اون یه تمدن بزرگ زیرزمینی وجود داره. در اوج باور به این نظریه بود که ژول ورن رمان سفر به اعماق زمین رو می‌نویسه. البته قبل از ژول ورن یکی دیگه از افرادی که به این موضوع پرداخته بوده اسمش ادموند هالی بوده که در قرن 17 زندگی می‌کرده. اون کاشف یک دنباله‌دار بوده که هر 75 سال یک بار از کنار زمین رد می‌شده. هالی معتقد بوده که زمین از لایه‌های مختلف با شرایط جوی متفاوت ساخته شده. یکی از این لایه‌ها بزرگ بوده و 500 مایل قطر و ضخامت داره. از نظر اون شفق‌های قطبی یا میادین مغناطیسی زمین به خاطر فعالیت لایه‌های مستقل زیر زمین بوده. یه قرن بعد از هالی یه نفر دیگه به اسم جان کلاوس سیمس دوباره به این نظریه میپردازه و مقاله‌ای در خصوص برنامه خودش برای سفر به اعماق زمین منتشر میکنه. اون قبل از اینکه ماجراجویی رویای خودش برای سفر به اعماق زمین رو شروع بکنه از دنیا میره. با این وجود دیدگاه‌های اون باعث میشه که بشر سفرهای عجیبی رو به قطب بکنه. یه قرن بعد در فاصله زمانی بین رکورد بزرگ و جنگ جهانی دوم، دریاسالار ریچارد باید از نیروی دریایی آمریکا به سمت سفرهایی به سرزمین‌های قطبی عازم می‌شد. اون در جریان یکی از سفرهاش چیزهایی رو میگه که از فهم انسان خارجه، مثل اینکه در زمان پرواز بر فراز سرزمین قطب اون با شرایط جوی گرم مواجه میشه و جایی رو میبینه که دارای حیواناتی شبیه به ماموت و گونه انسان بوده که در زیر زمین داشتن زندگی میکردن. اون بر روی این سرزمین فرود میاد، سرزمینی که بسیاری عقیده دارن این همون تمدن آگارسا بوده. مثل اینکه آگارسا به این ماجرا هشدار میده که انسان در نهایت از بمب اتم در جنگ جهانی دوم استفاده میکنه و از اون میخوان تا نگرانی اونها رو به گوش مقامات آمریکایی برسونه. ارش عظیم یکی از بزرگترین عملیات‌های انجام شده در قطب جنوب بوده که 4000 متخصص رو درگیر خودش میکنه تا به نقشه برداری، مطالعه و اقامت در قطب جنوب اون هم برای مدت 8 ماه بپردازن. در این پروژه 13 کشتی، هلیکوپترهای زیاد، قایق‌های پرنده و مدل‌های مختلفی از هواپیما رو استفاده کردن. این عملیات به همراه پروژه دیگه که 8 ماه بعد انجام میشه، استقرار آمریکا بر قطب جنوب رو قطعی میکنه. ولی چرا آمریکا با این سرعت میخواسته بر قطب جنوب مسلط بشه؟ آیا چیزی این کشور رو تهدید میکرده؟ Admiral Byrd's expedition to the South Pole entered the polar seas after a voyage of 11,000 miles from the United States, plowing down to the uttermost edge of the world through waters studded with the menace of
مثل اینکه نازی‌ها در قطب شمال و جنوب در جستجوی پایگاه‌هایی برای خود و مکان‌هایی برای آزمایش سلاح‌های مخرب خودشون بودن. بعضی هم معتقدن که هیتلر تمدن آگارسا رو پیدا کرده و راه رسیدن به اون رو هم پیدا کرده بوده. شواهد زیادی هم وجود داره که نشون میده نازی‌ها به نظریه زمین توخالی اعتقاد داشتن. این مدارک نشون میده که نازی‌ها منابع بسیاری رو برای رسیدن به تمدن آگارسا خرج کردن تا در صورت وقوع شرایط اضطراری هیتلر و همدستاش بتونن به اونجا فرار کنن. این مدارک بیانگر اینه که نقشه رسیدن به تمدن آگارسا تا حدود زیادی توسط نازی‌ها کامل شده بوده. یعنی نازی‌ها تا یه قدمی تمدن آگارسا هم پیش رفته بودن. نازی‌ها احتمال میدادن که آدما خودشون در لایه‌های زیرزمین گرفتار شدن و خودشون از این موضوع خبر ندارن. اونها آزمایشات مختلفی برای رد یا تایید این نظریه انجام دادن. تقریبا تمامی فرهنگ‌های باستانی صحبتی رو راجع به سرزمین‌ها و تمدن‌های زیرزمین رو داشتن. بعضی از اونها زیرزمین رو قلمروی انسان‌های مرده تصور می‌کردن. مثلا یونانیان باستان به این قلمرو هیدیس و یهودیان به اون شئول می‌گفتن. ولی چنین دیدگاهی بیشتر جنبه اسطوره‌ای و دینی داشته. با این وجود برخی از فرهنگ‌های باستانی اشاره نزدیکتری به تمدن آگارسا رو دارن. اونا معتقدن در داخل این تمدن شهرهایی وجود داره و راههایی هم برای رسیدن به اون درست شده. در آیین بودیسم تبتی شهری مرموز و اسرارآمیز به نام شامبالا در اعماق هیمالیا وجود داره، اما هیچ کس موفق به کشف اون نشده. بعضی معتقدن شامبالا همون تمدن آگارسا است. در افسانه‌های سلتی و هندی هم اشاره‌هایی به غارها و دهلیزهایی شده که انسان رو به تمدن‌های زیرزمین راهنمایی میکنه. بعضی از این غارها به سرزمین آریو وارتا منتهی میشه که سرزمین انسان‌های ممتاز و برتره، سرزمینی که ابر انسان‌ها برای هزاران سال داخل اون حکومت میکردن. بعضی بر این باورن که این سرزمین همون تمدن آگارساه. تمدن زیرزمینی دیگه‌ای در آیین هندو وجود داره که در ماهابهاراتا به اون اشاره شده و پاتالا بهش میگن، که میگن همیشه در جنگ با تمدن آگارسا بوده. این سرزمین در لایه هفتم زمین قرار داره که توسط ناگاها اداره میشه، موجوداتی که نیمی انسان و نیمی خزنده هستن. اونها از نژادی برتر هستن و تمدنی با فناوری بالا دارن و حتی دارای تأثیر مثبت و منفی بر روی نژاد انسان بر روی زمین هستن. آیا انسان توانایی ثابت کردن وجود یا وجود نداشتن تمدن زیرزمینی رو داره؟ تلاش‌های خیلی زیادی صورت میگیره تا با استفاده از فناوری به اعماق زمین دسترسی داشته باشیم، اما تا حالا نشونی از تمدن آگارسا پیدا نشده. شاید هم باید به عمق زیرین‌تر از زمین نفوذ کنیم تا راهی برای رسیدن به این تمدن پیدا کنیم. نظر شما چیه؟ به نظر شما این تمدن عظیم زیر زمین، یعنی زیر پاهای بشریت، وجود داره؟ اگه تا اینجای ویدیو با ما بودید حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرات با ارزشتون رو کامنت کنید و سابسکرایب چنل فراموش نشه تا از ویدیوهای جنجالی بعدی ما عقب نمونید.